عبدالرحمن احمدов یکی از معماران شناخته جمهور هستند. میل و رغبتی کلانی که به ساحه معماری دارند، این کس از روی همین به همین کسب خودشون صادق موندن. سالهای طولانی در ناحیه فیض‌آباد به حیث سرمعمار کار کرده آمدند. پس از این در کمیته معماری و ساختمان جمهوری تاجیکستان در خدمات نظارت ساختمان کار کردند. امروز همچون معمار ساحه معماری را ترغیب کرده ایستادند. الکی کتاب سیوم این کس تهیه و به چاپ رسید. من امروز کتابی را چاپ کردم که در این کتاب دستاوردهای ساحه معماری در جمهوری تاجیکستان، علل خصوص در پایتخت آن در شهر دوشنبه، در بین 30 سال استقلالیت فرا گرفته شده است و جمع آورده شده است. من وقتی که این کتاب را ورق زدم، از اول تا آخر درباره همه انشاءات‌های نادری در شهر دوشنبه ساختگی معلوماتی کافی آورده شده است. درباره مؤلف‌های آنها، درباره تشکیلات‌های ساختمانی آنها پوره معلومات آورده شده. آدمی که این کتاب ورق میزند پوره از همین چیزها پی میبرد و خلاصه میبرد که این کتابی لازمی است و پس از ورق زدن پوره کتاب همچون یک سیاح شهر دوشنبه را پوره سیاحت کردگی همین خیلی حس پیدا میکنه.